شکرانه پروردگار را باید بکنیم که ما بت پرست نیستیم، آتش پرست نیستیم، زردشتی نیستیم، یهود و نصارا نیستیم. یعنی ما ایمان داریم به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به یگانگی الله سبحانه و تعالی و به این دین اسلامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما آورده است. ما به همین که ایمان داریم، این یک نعمت بزرگی است که هر کس این نعمت را ندارد. حتی کسانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند و رسول خدا را هم دیدند، بعضی آنها ایمان نآوردند، داخل جهنم گشتند. یعنی این نعمت به اندازه نعمت بزرگ است که ما باید قدر آن را بدانیم. ما در یک جامعه تولد شدیم که همه مسلمانند. پدر ما مسلمان بود، بابای ما مسلمان بود و ما الحمدلله هم مسلمان هستیم و فرزندهای ما و شما که کلان می شوند در زیر تربیه اسلامی، این یک نعمت بزرگ است که حتی گفتیم کسانی که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک جا زندگی میکردند، آنها از این نعمت برخوردار نبودند. بعضیها داخل جهنم گشتند، کافر شدند، ایمان نآوردند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس باید که ما قدر این نعمت را بدانیم.